تحصیل فقط یک تجربه آموزشی نیست. برای خیلی ها در واقع یک مسیر مطمئن برای رسیدن به اقامت کانادا است. با ما همراه بشین تا ببینیم چطور. سلام. مهاجرت از طریق تحصیل مسیری محبوب و در عین حال از هوشمندانه ترین روش‌های مهاجرت به کانادا است. با این روش شما به عنوان دانشجو وارد کشور میشید، ولی در نهایت میتونین مسیرتون رو طوری برنامه‌ریزی کنین که بعد از فارغ التحصیلی اقامت دائم بگیرین و برای همیشه در کانادا زندگی کنین. اما چرا تحصیل در کانادا اینقدر محبوبه؟ کانادا یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی دنیا رو داره. دانشگاه‌ها و کالج‌هاش معتبر و شناخته شدن. مدرکش در سراسر دنیا اعتبار داره و کیفیت آموزشی بالاست. از طرف دیگه کشور امنیه، جامعهش چند فرهنگیه و نسبت به مهاجران بسیار باز و پذیراست. دانشجوها از سراسر دنیا میان کانادا چون علاوه بر تحصیل میتونن تجربه واقعی زندگی، کار و رشد شخصی در یک کشور توسعه یافته رو داشته باشن. برای شروع باید از یکی از مؤسسات آموزشی تایید شده که بهش میگن Designated Learning Institution یا به اختصار DLI پذیرش بگیرید. این میتونه یک کالج، دانشگاه یا حتی مؤسسه فنی باشه. بعد از دریافت پذیرش باید برای مجوز تحصیل یا همون استادی پرمیت اقدام کنید. این مجوز در واقع اجازه نامه‌ایه که به شما حق میده در کانادا تحصیل کنید و معمولاً تا پایان دوره تحصیلتون اعتبار داره. نکته خیلی مثبت درباره مجوز تحصیل در کانادا اینه که دانشجوها معمولاً اجازه دارن در حین تحصیل هم کار کنن. یعنی تا 24 ساعت در هفته در طول ترم و به صورت تمام وقت در تعطیلات رسمی میتونن مشغول به کار بشن. این فرصت کمک میکنه که هم تجربه کاری به دست بیارن، هم بخشی از هزینه‌های زندگیشون رو تأمین کنن. در بعضی موارد همسر دانشجو هم میتونه مجوز کار باز بگیره و در کانادا کار کنه و فرزندانشون هم امکان تحصیل رایگان در مدارس کانادایی رو خواهند داشت. حالا شاید بپرسین چطور تحصیل در کانادا میتونه منجر به اقامت دائم بشه؟ اینجا بخش جذاب ماجرا شروع میشه. بعد از ادامه تحصیل، اکثر دانشجوهای بین‌المللی واجد شرایط دریافت مجوز کار پس از فارغ التحصیلی یا همون PGWP میشن. مدت این مجوز بستگی به طول دوره تحصیل داره، اما معمولاً از 8 ماه تا 3 سال متغیره. در این مدت فرد میتونه به صورت تمام وقت در کانادا کار کنه، تجربه کاری کسب کنه و از این تجربه برای درخواست اقامت دائم استفاده کنه. یکی از مهمترین مسیرها برای گرفتن اقامت دائم بعد از تحصیل برنامه تجربه کانادایی یا Canadian Experience Class هست. این برنامه مخصوص افرادیه که در کانادا سابقه کاری دارن. اگر بعد از تحصیل حداقل 1 سال کار تمام وقت در شغل تخصصی داشته باشید و زبان انگلیسی یا فرانسه‌تون قوی باشه، میتونید از طریق سیستم اکسپرس انتری برای اقامت دائم اقدام کنید. در این مسیر سابقه تحصیل در کانادا، تجربه کاری و سن پایین همگی امتیاز زیادی رو توی سیستم امتیاز بندی دارن. مسیر دیگه‌ای که خیلی از دانشجوها استفاده میکنن برنامه‌های استانی یا همون PMP هست. بسیاری از استان‌های کانادا مثل بریتیش کلمبیا، اونتاریو، مانیتوبا و نوواسکوشیا مسیرهای خاصی برای فارغ التحصیلان بین‌المللی در نظر گرفتن. اگر بعد از تحصیل در همون استان کار پیدا کنید یا حتی بعضی وقتها فقط قصد موندن در اون استان رو نشون بدید، میتونید از طریق اون برنامه‌های استانی برای اقامت دائم اقدام کنید. مزیت این مسیر اینه که رقابتش معمولاً کمتره و شرایط زبان با امتیاز پایینتر از برنامه فدرال در نظر گرفته میشه. در کنار این مسیرها بعضی دانشجوها هم از طریق ازدواج با شهروند یا مقیم کانادا یا برنامه‌های خاص مثل برنامه پایلوت آتلانتیک موفق به دریافت اقامت دائم میشن. اما در کل مسیر تحصیلی یکی از مطمئن‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای موندن در کانادا است.
چون از روز اول در داخل کشور حضور دارید و با فرهنگ، زبان و سیستم کاری کانادا آشنا میشید. یکی از اشتباهات رایج بین متقاضی‌ها اینه که فکر می‌کنن صرفاً با گرفتن پذیرش از دانشگاه مجوز تحصیل هم به صورت خودکار صادر میشه. در حالی که اداره مهاجرت کانادا برای صدور مجوز به عوامل زیادی توجه میکنه، مثل تمکن مالی، هدف واقعی از تحصیل، سابقه تحصیلی و شغلی و ارتباط منطقی بین رشته انتخابی و آینده حرفه‌ای فرد. اگر این موارد شفاف توضیح داده نشن، حتی با پذیرش معتبر هم ممکنه درخواست ریجکت بشه. در مورد تمکن مالی باید نشون بدید که هزینه سال اول تحصیل و زندگی در کانادا رو دارید. این معمولاً شامل شهریه دانشگاه، هزینه زندگی، بیمه و بلیط رفت و برگشت میشه. داشتن حساب بانکی قوی، مدارک درآمد پایدار یا حتی حمایت مالی از طرف خانواده میتونه در این بخش کمک کننده باشه. نکته مهم دیگه اینه که افسر مهاجرت باید باور کنه که شما بعد از اتمام تحصیل یا به کشورتون برمیگردین یا از مسیرهای قانونی برای موندن اقدام میکنین. برای همین در نامه انگیزه یا همون استادی پلان باید دقیق توضیح بدید که چرا این رشته و این کشور رو انتخاب کردین و چه ارتباطی با آینده‌تون داره. تحصیل در کانادا فقط یک مدرک تحصیلی نیست، یک سرمایه‌گذاری بلند مدته. شما توی این مسیر هم آموزش با کیفیت دریافت می‌کنید، هم تجربه کاری کانادایی به دست میارید و هم شانس واقعی برای اقامت دائم دارید. اگر از همون اول مسیرتون رو درست انتخاب کنید و برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشید، تحصیل میتونه سکوی پرتاب شما برای ساختن آینده‌ای پایدار در کانادا باشه. در مسیر مهاجرت گاهی چالش‌ها بزرگ به نظر میرسن، اما همیشه راهی هست.